برادرای عزیز، ما خودم یک نظامی هستم، قصد توهین برای هیچ بزرگی، برای هیچ شخص ندارم. اما اینا در دوره جمهوریت خوب صلاحیت ها داشتن، خوب قدرت ها داشتن. وقتی که اینا به این اندازه که پیش بینی میکنن، به این اندازه که از جلوتر از 3 ماه 4 ماه گپ میزنن، اینا چرا از سقوط افغانستان جلوگیری نمیکرد؟ به نظر من این همش به فکر من این دروغ است. ما را فقط این مقام میکنه که من نیروهای امنیتی و دفاعی را اینا بازی بده و برادر یک فیلم دیگه در گروپ ها نشر کنه. هیچ سعی کو اینا که وقت رئیس امنیت بود برادر، در کل شما خب معلوم بود از ایشو و معاون صاحب اولش یک بالون گاز که در پاکستان میترقید، میگفت که بالون گاز صبح میترقه. یک تایر موتر که یک جای انفلاق میکرد، بیادر میگفت تایر موتر انفلاق کرده و فلانی بم است. وقتی که شما از یک بالون گاز و یک تایر موتر خبر داشتین، از سقوط افغانستان چطور خبر نداشتین؟ اگر شما تو هوشیار و تو دانا و تا آگاهی از خاک و محیط منطقه و از کشفیات استخبارات و امنیت می داشتین، افغانستان چطور سقوط کرد؟ اما مقصر این مردم است. جا رو با عزت باشین برادران.